خیابان سپیتامن در مرکز شهر که نوکت نوحی سپیتامن یکی از مکانهای اساسی استراحت و فراغت ساکنان مهمانان نوحیه به حساب می رود. انیخترش به حساب می رفت. زیرا طبق نقشه بنیاد این خیابان از مجسمه قهرمان خلق تاجیک، فواره‌ها، شعارهای تاریخی، پایه‌ستون‌های زیبای روشنی دهنده، درختان آرایشی و سایه‌افکن عبارت بود. اما سالهای اخیر از مکان زیبای سیر و تماشا تنها زینه‌های فرسوده و چراغ‌های شکسته و درختان خشکیده و فواره‌های پر از پرتو باقی مانده است. رفتار اطرافیان و باغ فرهنگی دیگرگون گردیده خیابان قهرمان خلق تاجیک سپیتامن را به مکان بی‌صاحب تبدیل دادند. فعلا مسئولین حتی امکانیت ندارند که مجسمه را تازه نمایند. همچنین مبلغها برای برقرارکنی جایهای نشست و چراغ‌های شکسته نمی‌رسد. طبق اطلاع مسئولین شعبه معماری و شهرداری ناحیه سپیتامن، لایحه تجدید و نوسازی تهیه گردیده برای از نو برقرارسازی باغ سپیتامن چاره‌جویی شده است. اما از سبب وجود نداشتن مبلغ از نوسازی روی کاغذ باقی مانده است. برای صفالکچینی و کابلدارکنی میدان سپیتامن که سال 2013 به استفاده داده شده بود لایحه بندی کرده شده با جلب صاحبکاران در روزهای نزدیک کارهای آبادانی گذرانده میشه. میدان سپیتامن که پیشش و مساحت کلان دارد، در آنجا ما در لایحه فواره ها و نقشه گرفتگی لایحه باغ سپیتامن از جانب لایحه کشان متخصصان کارخانه باید دولتی لایحه کش در ناحیه سپیتامن تهیه کرده شده است. برای از نوسازی باغ اولین درجه مبلغ گذاری ضروری باشند. هنگام مبلغ گذاری شدن از جانب ما نظارت کرده میشه، کارهای اجرا کرده میشه. با چنین حالت گرفتار شدن خیابان سپیتامن از بی اهمیتی شخصان مسئول درک می‌دهد. برای نگهداری خیابان شعبه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپیتامن همدیگر را وظیفه‌دار می‌حسابند و چاره نمی‌اندیشند. بنا به اطلاع مسئولان خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه، مسئولیت آنها تنها از نگهداری انشاءات عبارت بوده. برای از نوسازی کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی جوابگر نیستند. فقط همین نگهداری ما دیگر هیچ نیست. وظیفه ما همین رفتن و تازه کردن دیگرش همش گردن ما این اجرا میکنیم. اکتا دیگر ما همین مبلغ گذاری دست ما نیست. مبلغ گذاری دست ما باشد که لیکن اینا پروژهش همش شدگی اینا وجود یک جای آباد میشد و آدم همونده دم گیرد دیگر چیزا استراحت کنند. اینجا خفوش با همین ساده که راه گذار همین دید صد با میرد آدم ها خیلی باشد که ما همین طرفدار آبادانی. خیابان سپیتامن از حساب مبلغ‌های بودجه‌ای بنیاد و به استفاده داده شده. متاسفانه امروز برای تجدید خیابان امکانیت وجود ندارد. ساختمان و از نوسازی خیابان سپیتامن کی و از کدام حساب گذرانده می شود؟ با این سوال مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جواب مشخص ندادند. بعد انتظاری طولانی هم هیئت ایجادی نتوانستند که با مسئولین ناحیه سپیتامن هم صحبت شوند. تا زمانی که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با خیابان سپیتامن شخصان مسئول را وظیفه‌دار می‌نماید، اهالی محلی باغ را با خواهش خود استفاده می‌برند. قهرمان خلق تاجیک سپیتامن که زمان با اسکندر مقدونی جنگیده است، چنین احترام را سزاوار نیست.